اسکناس متعلق به کدوم کشوره؟ این اسکناس شبیه روسی نوشته. نمیدونم. طبیعتاً تاجیکستان. چرا؟ چون گفتید به کشورهایی که طرف خود روسیه، حالا یا اوکراین یا روسیه. اوکراین بعید میدونم باشه، ولی خب احتمالاً توی کشورهایی باشه که جزء شوروی بودن و الان تجزیه شدن. آذربایجان که نیست. احتمالاً مال همون تاجیکستانی که گفتی. میدونی عکس کیه روش؟ فردوسیه دیگه. ابوعلی سینا، ابن سینا. ایرانیه، سعدیه. عکس روش زکریا رازیه، درسته؟ سعدیه. دکتر بوده. خوارزمی؟ مولویه. این سعدی نیست. دکتر بوده. ابوعلی سینا. به ابن سینا میخوره. پایتختش میدونید کجاست؟ پایتختش بخارا. دوشنبه. دوشنبه. تاجیکستان. میرسونم. دوشنبه. دوشنبه است فکر کنم. از تاجیکستان چی میدونی؟ اینا خیلی سرسبزترن، خیلی شادترن. تاجیکستان لباساشون همه رنگیه. چیز خاصی نمیدونم، فقط میدونم زبانشون فارسیه. تو عزاهاشون آبی میپوشن دخترها. مثلا دختری که شوهرش از دست میده آبی میپوشه به جای سیاه. هیچی، فقط میدونم که زبونشون مثل ماه. خواننده هاشون خیلی جذابترن. کشور چیزی سرسبزیه اگه اشتباه نکنم. فکر کنم مجبورن که لباس سنتی بپوشن، نمیتونن مثلا مانتو بپوشن یا مجبورن، یعنی به صورت اجبار زنها باید لباس سنتی بپوشن. ما چه شباهتی با تاجیکا داریم؟ زبانمون تا حدی مشترکه، یعنی زبان. تاجیکا خیلی سوال سختی می‌پرسی. فرهنگ هامون هم تا حدودی جشن‌ها احساس میکنم که یکی باشه. تاجیکستان خب علاوه تاریخی می‌خوایم حساب کنیم، خیلی وقت ما قلمرومون تاجیکستان جزو قلمروی ایران حساب می‌شد. یعنی دقیقاً نمی‌دونم از کی جدا شد، ولی تا خیلی زمان زیادی ما تاجیک‌ها یک ملت بود، یک کشور بودیم. و خب همین باعث خیلی از زمینه‌های فرهنگیمون و تاریخیمون و ادبیمون، فکر کنم زبانشون حتی فارسیشون فارسی یا نزدیک زبانشون تا که من در جریانم. حالا اشتراکاتی که داریم فکر می‌کنم اونا هم نوروز جشن میگیرن. تاریخشون هم حالا نمیدونم، فکر کنم اونا هم شمسی باشن، اگر چون بر اساسی که نوروز رو جشن میگیرن احتمالاً هم شمسی باشن. واحد پولشون میدونی چیه؟ نه. واحدشون نه. دینشون میدونی چیه؟ دین تاجیکا مسلمونن؟ فکر کنم دینشون آزاده، یعنی هر کس مثل هند میتونه دین خودش رو داشته باشه. میگم مسلمان باشن. احتمالاً اسلام سنی باید باشن. البته مسیح هم داره. تاجیک تا الان نزدیک می‌گیری؟ نه ایدا. چرا کمن توی ایران؟ فکر کنم ایران هم چون همسایه هستیم، مرز نداره. خب هم مرز نداریم باهاشون و فکر کنم اکثرا چون تاجیکستان هم کشوری نمیشه که وضع اقتصادی خوبی داشته باشه. تاجیکستان اکثرا به روسیه میرن برای کار و درآمد خودشون. داریم، حالیمون نی. هستن بعضی قشنگ فارسی صحبت میکنن. آره تاجیکن. ببین هر چیزی که خاصی ببینی کی داریم کی نداریم اینا تو اصفهانن. اگه بگی ارمنی داریم اصفهانه، اگه بگی گرجستانی داریم اینا تو اصفهان. تاجیکم باور کن تو همون اصفهانه. تو تا حالا یه تاجیکی از نزدیک دیدی؟ من نه. چرا کم داریم توی ایران تاجیکی؟ در حالی که زبونمون یکیه و احتمالاً باید زیادتر باشن تو ایران. خب فکر میکنم که شرایط شاید واسهشون تو کشور خودشون مساعدتره تا بخوان بیان تو ایران. چرا ما ایرانی‌ها تاجیکستانی‌ها رو کم میشناسیم؟ همون چون رفت و مثلا نه ایرانی‌ها میرن به تاجیکستان دلیلی دارن برن چون شباهت زیاده، نه اونا میان اینجا. تاجیکا من خواننده هاشون چند تاشو میشناسم. میدونه نازیه کرامت الله tam میگه میخونه میگه ناز کنم کم کمک اش بکنم یک دمک. بعد اون یکی مثلا گروه دارن مردم میگن ناز بکن نازیه هر چی که خواهی بکن. مگو که مرا گذاری بر خدا سپاری. به خاطر این میتونیم بگیم که خب کشور پیشرفته ای نیستش که من بخوام اطلاعاتی داشته باشم. برای همونه. دوست داری کنسرتش بری نازیه رو؟ به آره چرا نه. بلیتش گرونه، بلیت هواپیماشون گرونه، یعنی سفرش گرون میشه. حالا بلیت کنسرتش که مهم نی.
اصلا ببین کسی که میخونه که مهم نیست، همین که آدم اونجا تو شور و حال اونجا آدمایی که اونجا ان باشن، حالا هر کی هم اون وسط بخونه اصلا مهم نیست که همین که یعنی اصلا فضای تاجیکا رو دوست داری؟ فضای با صفای دیگه. به تو فکر کن شماله یه 10 درجه هم خنک‌تر، هم خنک هم شرجی نیست، خوب جاییه. فقط که چیزش مثلا ویزا میخواد. خب همون چون هم ارتباط خاصی نداریم با هم هیچ مرز مشترکی نیست و واقعا ما در مورد خیلی از همسایه خودمون هیچ ارتباط خاصی نداریم، جز مثلا همسایه‌ای که مثلا عراق و اینا، چون اونم زمینه‌های مذهبی داریم باهاشون. مثلا در مورد پاکستان، افغانستان حتی که همسایه‌مون اطلاعات نداریم، که برسه تاجیکستان که هیچی نیست. بلیتش هم گرونه، 8 تومن الان پرواز یه طرفشه، 8 تومن فقط یه طرفشه، حالا اون طرفش دیگه هیچی. خب 8 تومن مسکو هم 8 تومنه. خب مسکو بهتره یا تاجیکستان؟ البته شاید هم اون بهتر باشه ولی 8 تومن خیلی گرونه. اگه میشد مثلا با اتوبوس چه میدونم 600 700 تومن میدادیم یا 3 روز تو راه بودیم میرفتیم خوب بود. میرفتی؟ آره کاری نداشتیم. فکر می‌کنم خیلی برخورد فرهنگی نداشتیم باهاشون. داشتیم ها، یعنی طی این چند سال اخیر، حالا نمیدونم شاید به خاطر روی کرده سیاسی دو کشوره، نمیدونم دقیقاً علتش چی میتونه باشه، ولی مراوداتمون خیلی با تاجیکا زیاد نیست فکر می‌کنم. برای مرز زمینیش هم چیز راحت نیست، هوایی هم که گرونه دیگه. حداقل 3000 کیلومتر 3000 کیلومتر هم راه نیست که شما اگه راه باشه بری. الان مثلا تاجیکستان این همه کنسرت میزنن، چرا میزنن تو دبی که یه عربن؟ چرا میزنن توی ترکیه؟ چون ترکیه راش وازه، یه سری سوار میشی شما ترکیه مهرش رو گذاشته روی گوشکوب، اینجوری تو پاسپورت با گوشکوب میزنه. انقدر تون میانه میرن حوصلش سر میره، مثلا یارو اینجوری دستش در میره، مثلا انگشتش گذاشته رو گوشکوب باید مهر میزنه میگه برو تو، کاری نداره. به اندازه بلیت هند گرون میشه. خیلی